رضا حسن‌پور متولد 1353 در بابل. از ماهیگیری برای کمک به معاش خانواده تا تأسیس مدرن‌ترین مرغداری. کارآفرین میهمان در برنامه امشب پایش 38 سال پیش در خانواده کشاورز در اطراف بابل به دنیا آمد. رضا در نوجوانی مسیر 10 کیلومتری روستا تا مدرسه را پیاده می رفت و برای کمک به امرار معاش خانواده بعد از مدرسه ماهیگیری می کرد. رضا حسن‌پور با سخت کوشی درس خواند و در رشته مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه آزاد ورامین فارغ التحصیل شد. او در دوران تحصیل یک روز هم بیکار نبود و از فروشندگی محصولات کشاورزی گرفته تا پرورش ماهی، کارشناسی کشاورزی برای نهادهای دولتی و تدریس را تجربه کرد. حسن‌پور با تلاش شبانه روزی موفق شد یکی از مدرن ترین مرغداری های کشور را احداث و جوایز متعددی به خاطر فعالیت های کارآفرینی‌اش دریافت کند. خب لطفاً به سوال نظرسنجی برنامه با پیامک برنامه جواب بدین. 10 جایزه سفر به مشهد مقدس برای سوال نظرسنجی امشب در نظر گرفته شده. از مهمان کارآفرین ما هم هر سوالی دارین بفرستین. آقای اسفندیاری در طول برنامه اونها رو دسته‌بندی میکنن و انشالله مطرح میکنن. آقای حسن‌پور سلام، خیلی خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم. آقای حسن‌پور، من تو همین گزارشی که داشت پخش میشد دیدم بودن از روز اول دانشگاه شما کار میکردین. آره؟ بلکه قبل از دانشگاه حتی. قبل از دانشگاه از که؟ در دوره دبیرستان. دبیرستان چیکار میکردین تو دوره دبیرستان؟ عرض به حضور شما که در دوره دبیرستان در سال 2 دبیرستان به هر حال ما تو محیط خودمون محصولات کشاورزی تولید میکردن همشهریای ما. محصولات کشاورزی رو از اونا میخریدم و ارسال میکردم به یکی از بازار میادین میوه و تربار تهران. آخر هفته هم میومدم اینجا حساب کتاب میکردم و سودش رو در سال دوم دبیرستان. سال دوم دبیرستان. خب خیلی های دیگه هم تو شمال هستن که میتونستن این کارو بکنن، چرا نمیکردن؟ دیگه چون الان این بحث هست، مثلا ما خیلی شنیدیم یعنی آقا مثلا پرتقال رو درخت 500 تومن، زیر درخت تو جعبه 700 تومن، تو تهران کیلو 3000 تومن. و این به خاطر اینه که ما شبکه توزیع نداریم. چرا همه مثل شما این کارو نمیکنن که بیان این مسیر رو کوتاه کنن، هم سود کنن هم قیمت فروش ارزون شه؟ یه قدری انگیزه میخواد آقای حیدری و تلاش و ممارست، برنامه‌ریزی هدفمند میخواد که یه هدفی رو داشته باشن واقعا برای اینکه یه پولی رو به دست بیارن و این انگیزه هم باعث میشه که آدم با اون جسارت و به حال پیگیری که داره بتونه که به این هدف. خب وقتی این کارو شروع کردین چقدر سرمایه داشتین؟ سرمایه اصلا نداشتم واقعا. چجوری از باغدارا می‌خریدین؟ ببینید چون روستایی‌ها منو میشناختن در حقیقت آره کالاشونو می‌خریدم، قبض به اینا میدادم و میفرستادم تهران. آخر هفته میومدم حساب کتابشو انجام میدادم، اون سودش رو برای خودم میگرفتم، اصل پولم به اینا برمیگردوندم. وقتی دیپلم گرفتین چقدر پول داشتین؟ دیپلم گرفتم. خب ببینم تو اون 2-3 سال چقدر درآوردین؟ والا درآمدش خیلی ناچیز الان بود ولی کمک کرده بود. خوابن، نگران نباش. خواهش می‌کنم. ولی درآمدش ناچیز بود، منتها برای من اون موقع خیلی رقم مناسبی بود، برای اینکه من وقتی که حساب کتاب میکردم میخواستم برگردم میرفتم تو خیابان جمهوری ساختمان آلومینیوم انتشارات هستی، اونجا کتابای کنکور میخریدم که بتونم. آفرین. بعد دیپلم رفتین سربازی یا دانشگاه؟ نه، بعد دیپلم اومدم دانشگاه در تهران، در حقیقت تو ورامین درس میخوندم. منتها چرا کشاورزی زندگی میکردم؟ چرا رفتین کشاورزی؟ دوست داشتم، از قبل یه برنامه‌ای تو ذهن من بود که یه واحد تولیدی در این رشته راه بندازم. یعنی اون موقع به این فکر می‌کردین که پول جمع کنین برین دانشگاه، بعد درس بخونین، بعد واحد تولیدی راه بندازین؟ بله دقیقاً. بعد وقت دانشگاه رفتین کارتون چی شد؟ ببینید وقتی که وارد تهران شدم 2 ماه به حال یه مطالعاتی کردم که چیکار بکنم چیکار نکنم. به یه طریقی جذب آموزش پرورش شدم، رفتم معلم شدم، حق و تدریس. تو منطقه 13 تهران معلم بودم. بعد 1-2 سالم اونجا در کنار دانشگاه معلمی میکردم. لابلا هم اگر چنانچه فرصتی پیش می اومد مثلا یه برنجی
پرتقالی چه میدونم از این محصولات کشاورزی واقعا اینجا نیاز میشد بازارش رو تهیه میکردم. این کارم انجام سابقم گریز می‌زدم. در حقیقت بعد از به حضور شما که در سال 75 جذب سازمان بازرسی و نظارت کشور شدم و اونجا کار میکردم تا سال 80. منتها واقعیت امرش باید به حال هزینه زیاد بود، یه درآمدی هم کسب میکردم، بعدم دوست داشتم در کار اقتصادی بکنم. بنابراین یه استخر پرورش ماهی بود تو منطقه ما، من اومدم با اونها قرارداد بستم. از این طرفم تو شمال از این طرف با فروشگاه‌های زنجیره‌ای سپه قرارداد بستم و برای اینها ماهی می آوردم. خب بازم اعتباری کار میکردین یا پول داشتین؟ حالا بازم اعتباری کار میکرد. بعد خب اون موقع ماهی به شکل بسیار تر و تازه و زنده کمتر تو تهران. شما سال 80 27 سالتون بود درسته؟ بله دقیقاً. خب یه آدم 27 ساله که سرمایه آنچنانی هم نداره چجوری اصلا میتونستیم بریم فروشگاهی سپه حرف بزنیم؟ رفتم اونجا گفتم ما به هر حال این ماهی رو می‌خوایم بیاریم اینجا توزیع بکنیم، کیفیتش بسیار بالاست، قیمتش هم بسیار مناسب بود. بعد پذیرش کردن. به همین راحتی پذیرش کردن یا مثلا یه عالمه رفتین اومدین بالاخره؟ بله خب طبیعی اون خیلی پیگیری چون بالاخره یه تامین کننده های از قبل بودن دیگه، به این راحتی نمیذارن بدین شکل نبودن. یکی از این که واقعا راز موفقیت هم بودش که در حقیقت بدین شکل نبودن. ماهی به صورت بسته‌بندی می اومد ولی بدین شکل ماهی تازه خیلی مثلا 2-3 ساعت قبلش صید شده باشه و بیاد وارد فروشگاه بشه، مشتری ببینه واقعا تر و تازگی ماهی رو وجود نداشت و قیمتش هم مناسب بود، استقبال خیلی خوبی هم شده بود چون به حال از تولید مستقیما به مصرف بود. درست. بعد خب تا همینجا رو نگه داریم ببینیم همکارای شما درباره شما چی گفتن. بعد از همین سال 80 فروشگاه سپه ادامه بدیم ببینیم بعدش شما چی کار کردید. می‌خوایم رمز کارآفرینیتون رو یاد بگیریم، ما هم شاید بتونیم یه کارآفرین بشیم. به نظر شما برای حمایت از تولید ملی کدام یک از این موارد اولویت بیشتری دارد؟ 1. برخورد با محتکران و مفسدان اقتصادی. 2. تشویق صادرات و مهار واردات. 3. مهار و تثبیت نرخ ارز. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید. سفر مشهد مقدس جایزه برای 5 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی این برنامه. حدود 10 سال پیش من تو یک مجموعه خصوصی تو تهران کار میکردیم در کنار ایشون. خب ایشون مدیریت ارشد اون مجموعه بودم و بنده یادم به علت اینکه احساس میکردم حقوق من با کار من همخوانی نداره به پیش ایشون رفتم به عنوان یک مدیر بزرگتر و ارشدتر بهشون گفتم که آقا من اینجا مسائل حقوقی اینجوری و من به اصطلاح ناراضیم. که ایشون برگشت گفت که ببین الان یه سری مشکلاتی هست و شما باید تحمل کنید. و من یادم ایشون برگشت به من گفت که شمایی که میفرمایین کارفرمای شما اینجوریه اونجوریه یا به حق حقوقتون نمیده، فقط من یه چیز بهت بگم، تو به عنوان برادر من نه، به عنوان کسی که با من داری کار میکنی، من این جمله رو به شما میگم که اگر یک روز تونستی در سرزمین خودت، در مملکت خودت، در خاک آب و اجدادی خودت از توان و ظرفیتی که داری مجموعه‌ای رو به وجود بیاری، حتی بتونی به یک نفر ترجیحاً اگه متأهل باشه حقوق بدی و ایشون با این حقوق ماهانه بتونه زندگیشو به چرخونه، سرتو بگیر بالا و احساس غرور افتخار کن. ایشون کارفرمایی که شما میفرمایید الان داره به حداقل 5 تا 10 هزار نفر حقوق میده. ایشون خیلی سختی‌ها رو تحمل کردن تا تونستن به اینجا برسن. ما هم در قبالشون سختی‌ها رو خیلی تحمل کردیم. ما تهران بودیم، بابا اینجا بودن مازندران، که ما خیلی سختی‌ها رو تحمل کردیم که حالا تونستیم، بابا کارش نتیجه گرفت و تونستیم به اینجا برسیم و خیلی هم خوشحال هستیم و خدا رو شکر میکنیم که بابا تونست این کار انجام بده و ما در رفاه باشیم. از بچگی در کنارش غیر از بحث برادری، ایشون به عنوان مدیر بنده و برادر و استاد بنده همیشه به من میگفتن که من یعنی انسان و هر کسی باید از زمان و مکان خودش فراتر حرکت کنه.
من بارها شاهد بودم تو جمع‌هایی می‌نشستیم ایشون از نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودش که میگفت و زودتر از اون جمع از اونجا بلند میشد میرفت بیرون، خیلیا شاید زیاد حرفاشو جدی نمیگرفتم و من چون بچه بودم و بعدها به صورت خصوصی بهش میگفتم آقا تو وقتی بلند میشی حرف میزنی این صحبت ها هست، با یه لبخندی به من میگفت که در آینده من کاری خواهم کرد که به حرفای امروز من ایمان بیارم و همین الانم که به خدمت شما هستیم تفکرات، برنامه‌ها و طرح‌های دیگه‌ای تو ذهنشون هست. من احساس میکنم یه خورده حمایت بشن به عنوان یه جوونی که تا اینجای کار موفق بوده 100% موفقیت‌های بعدیش خیلی پخته‌تر و با برنامه‌تر و بهتر خواهد بود. همین بابای من فکر می‌کنم یه آدم کارآفرین باشه که اینجا رو در واقع ساخته که حداقل 7-8 تا کارگر هم اینجا هستن که نون می‌خورن و خرجشون رو در میارن که این میشه کارآفرین به نظر من. خب بعد فروشگاه سپه چی شد؟ بله بعد فروشگاه سپه اجازه میخوام در مورد همین فروشگاه سپه و ماهی یه قدری عرض بود توضیح بیشتری بدم. آقای حیدری واقعا شاید بگم 4 سال زندگیم طوری بودش که تو تهران در زمان دانشجوییم در عین حال کارمند سازمان بازرسی هم بودم. 24 ساعت 3 ساعت تا 3 ساعت و نیم فرصت خواب و استراحت داشتم. به خاطر اینکه یه 24 ساعت و کوتاه من خدمت شما توضیح بدم. ساعت 4 صبح اون وانت نیسان با ماهی می اومد دم در خونه من باید میرفتم سوار ماشین میشدم میرفتیم از میدون تجریش شروع میکردیم تا 7-8 تا 10 تا فروشگاه که آخریش یا جاده کرج بوده یا میدون قزوین. اونجا عرض به حضور 50 کیلو 60 کیلو بر اساس نیازی که از قلب ما اعلام کرده بودن ماهی توزیع میکردیم. اون موقع صبح هم حسابداریشون نبودم، فقط یه نگهبان بود، ما تحویل میدادیم. بعد ساعت مثلا 6 و نیم 7 صبح کار من تموم میشد، پیاده میشدم از ماشین میرفتم تو اداره. تازه میرفتین سر کار؟ تازه میرفتم اداره واقعا. ساعت 2 بعد از ظهر 2 نیم تعطیل میشدم. دوباره باید این مسیر رو، نه ماشین داشتم نه اون موقع موبایل بود، در حقیقت کاری مقدار سخت‌تر. تجریش تا میدون قزوین تجریش باید شروع میکردم، فاکتور صادر میکردم، سند مالی میگرفتم، تمام این فروشگاه رو ان نهایت میبردم نزدیکی های پارک لاله که دفتر مرکزیشون بود، بدم به اداره مرکزیشون حسابداریش که برای من چک صادر کنه. ضمن اینه که در حقیقت سفارش فرداش رو هم میگرفتم. دیگه 4 سال این کارو کردی؟ 4 سال یه روز در میون بود واقعیت همش. بعد در هر صورت این بود 3-4 سال زندگی من. بعد از اونجا عرض به حضور شما که در سال 81 جذب یک گروه صنعتی شدم، گروه صنعتی رازی که یک گروه بسیار بزرگی بود که یه دانشگاه بسیار خوبی هم برای من واقعا بود، در اینکه سخت کوشی رو بیشتر واقعا تو اونجا واقعا یاد گرفتم از مدیران اون مجموعه. اونا چه فعالیتی میکردن؟ اونا تولیدی های مختلف تو این مملکت دارن و واقعا هم انسان های زحمتکش که من جا داره همینجا واقعا تشکر کنم. استاد بنده بود آقای گنجی و دستشون رو هم بوسه میزنم واقعا به خاطر خدماتی رو که به من روا داشتن و حالا بعدا هم بهش میرسیم، باعث شده که من بتونم اینجا رو واقعا دایر کنم. این چیه؟ این مرغداریه؟ بله مرغداریه. خب این مرغداری چیه؟ چون مرغداری که زیاد داریم تو ایران ها. نه این مرغداری قدری تفاوت داره به خاطر اینکه ببینید ما در این واحد، البته این مرغداری رو من در یکی از سفرهای خودم تو هلند برخورد کردم با این سالن ها و این سیستم، بعد پیگیرش شدم، واقعا مراجعه کردم و اونا هم با من همکاری کردن، اطلاعات به اصطلاح مجموعهشون رو برای من ارسال کردن و من اومدم اینجا تو بازار کشور ما تحقیق کردم. به حال خودم هم چون مازندرانی بودم، مازندران هم بله محیط بسیار مناسبیه برای این کار، پتانسیل این کار اصلا تو کشور، تو استان مازندران. بعد رفتم دنبال مجوزش و به حال با سخت کوشی و پیگیری های متعدد از سازمان جهاد کشاورزی مجوزش رو گرفتم.
بعد ملک اینجا رو، زمین اینجا رو پدر به من دادن. اون تا خب بدون باز نقدینگی نمیتونستم این کار رو انجام بدم. خلاصه به دلیل مزیت‌هایی که این واحد با واحدهای دیگه داره ما تونستیم الحمدلله بانک کشاورزی رو متقاعد به این بکنیم که با ما اینجا مشارکت بکنن و واقعا هم اونها خیلی همکاری خوبی رو با من داشتن و باز هم من تشکر بکنم از مسئولین بانک کشاورزی که واقعا باعث شدن ما اینجا رو اگر آقای مهندس کسی یه جوونی طرح داشته باشه، ایده داشته باشه مثل شما، بره بانک کشاورزی باش همکاری میکنه اینجوری؟ قطعا اینجوریه. بله اونا یه اداره کل مطالعات و بررسی های اقتصادی دارن، کارشناسان مختلف اونجا نشستن، در مورد اون طرح بررسی های لازم خودشون رو انجام میدن. اگر چنانچه دارای توجیه اقتصادی باشه حتما این کار رو انجام میدن. ما این کار رو 6 ماه طول کشید. در حقیقت اون موقع ممنوع بوده اصلا برای مرغداری تو استان مازندران مشارکت کردن. منتها ما اومدیم یه کار جدید کردیم در حقیقت. بله، به عنوان طرح پایلوت هم مطرح شد. اومدیم گفتیم آقا ما میخوایم یه کار جدید انجام بدیم که مزایای بسیار خوبی داره. مزایای مثل افزایش تولید در واحد سطح رو داره. یعنی الان واحدهای سنتی با سیستم باز خیلی بتونن متر مربع 12 قطعه میتونن جوجه ریزی در واحدهای گوشتی خودش رو داشته باشن. ما اینجا 16 تا 18 قطعه هستیم. بعد 30-40% بیشتر. دقیقاً. بعد از به حضور شما که تو این واحد ما تونستیم 51% میزان مصرف سوخت رو کاهش بدیم. آفرین. به دلیل اینکه ایزولاسیون بسیار قوی و مدرنی رو انجام دادیم. تجهیزاتش هم واقعا تجهیزات بسیار اون اضافه سرمایه‌گذاری اولیه به نسبت واحدهای سنتی طی چه مدت برمیگرده با این کاهش مصرف سوخت و افزایش تولید در سطح؟ ظرف 3 سال. ظرف 3 سال برمیگرده. بعد از به حضور شما که خوشگله، اصلا شکل مرغداری نیست. باور کنید آقای حیدری این همون شکل هلند و اینا. بله، خواستم همین خدمت شما بگم. خیلی اصلا فکر نمی‌کردم اینجا مازندران باشه. عرض به حضور شما که بسیار جای زیبایی هم واقعا هست. ما هم دیگه خیلی طبیعی عکاسی که شده. یکی از مزیت‌های دیگر این واحد به نسبت واحدهای سنتی کاهش میزان تلفاته که اینها رو البته اگر فکر میکنید نیاز باشه من با آمار و اطلاعات هم میتونم خدمت. تو مجموعه شما کار میکنن؟ تو مجموعه ما به طور مستقیم 13 نفر. 13 نفر. با خود من. یعنی شما همه این مجموعه رو با 13 نفر اداره میکنید؟ بله. جدی؟ بله. عرض به حضور شما که 13 نفر هست و حالا با خودم میشیم 14 نفر. خیلی عجیبه. این همه اینو شما بعد شما چقدر تولید دارین؟ ببینید یکی از مزایای این واحد به نسبت واحدهای سنتی، در واحدهای سنتی مثلا میانگین عرض به حضور شما که تعداد دوره‌های پرورش در کشور در واحدهای مرغداری 3.8 دوره در ساله. در استان مازندران به دلیل اینکه آب و هوای اقلیم خیلی خوبی داره برای این کار 4.8 هستش، اما ما در این فارم 6 دوره داریم. آفرین. خیلی خوبه. خب ما میرسیم به بخش وبگردیمون، اما قبل از اون خیلی عجیبه، استقبال بسیار بسیار زیادی از طرف بینندگان شده از خانم معصومی و کمک به ایشون. یه توضیحی رو ضرورت داره ما اینجا بدیم. ما به هیچ عنوان هدفمون از معرفی خانم معصومی و افرادی نظیر ایشون گرفتن کمک یا مثلا از اینجور پولای نقدی و اینجور چیزا واقعا نیست. ما میخوایم نشون بدیم که همت انسانها، تلاش انسانها، پشتکار اونها، غیرت اونها چیزیه که خیلی ربط مستقیمی به وضعیت جسمی اونها نداره. اگر کسانی میخوان به خانم معصومی و امثال ایشون کمک بکنن به توسعه کسب و کار اونها و فعالیت اونها. همطور که آقای حریری گفت، آقای حریری میخواد محصولات ایشون رو بخره، ببره تو مغازه خودش بفروشه، خودش هم سود کنه، خانم معصومی هم سود بکنه. بیننده‌ای چندین بار به همکاران ما زنگ زده، گفته من میخوام 10 میلیون تومان به ایشون کمک بکنم، دست شما هم درد نکنه، ولی این کمک رو به عنوان کمک بلاعوض لطفاً در نظر نگیرید، یا وام بدید یا کمک بکنید به این که ایشون وارد یه سرمایه‌گذاری بشه، هنرش رو از طریق اون سرمایه‌گذاری و از بستر اون سرمایه‌گذاری
توسعه بده. ما هدفمون ماهی دادن نیست، ماهیگیری یاد دادن در این برنامه و کمک به توسعه کسب و کارها. اصلا کارآفرینا میان تو این برنامه که همین رو بگن. آقای اسفندیاری اسلایدا اگه آماده است. من یه توضیح درباره همین صحبت شما بدم. یه مفهوم جدیدی در دنیا درست شده اصلا با عنوان کارآفرینی اجتماعی. بله. و بحثی که مطرح میشه میگن اصلا کسانی که دور میافتن از جامعه و عقب میمونن از جامعه، این افراد اصلا مشکلشون الزاماً غذا و نمیدونم موضوعات این چنینی نیست. موضوع اینه که اینها دور افتادن و ما باید این افراد رو به جامعه برگردونیم. حالا همشهری شما هم هست آقای حسنپور، مازندرانی ایشون اهل گیلانه. فومن گیلان میشه. بعد نکتهش اینه که تو کشورهای توسعه یافته الان دیگه به این مفهوم که به کسی که دور افتاده شده باشه از جامعه بیان پول بدن و این اشکال وجود نداره. مشکلی رو حل نمی‌کنه. سعی میکنن این افراد رو به نوعی از طریق کسب و کار به جامعه برگردونن. بعدم این آدم واقعا با این غیرت، با این همت، این همه هنر اصلا حتما نیازی به اون کمک‌های بلاعوض نداره. ولی خودش کارآفرینه. اصلا این جزء ولی برای توسعه کسب و کارش سرمایه‌گذاری لازمه و باید انشالله حتما اتفاق بیفته. به هر حال از احساس مسئولیت بینندگانمون هم خیلی خوشحالیم، هم تشکر میکنیم. ولی خیلی پیام‌های تشکر زیاد اومده و قدردانی کردن از زحمات و تلاش‌های این بانو. بله. افراد مختلفی اعلام آمادگی کردن، مثل آقای مثلا صدرا قربانی از زنجان گفتن ما آمادگی داریم بفروشیم کارهایی رو که ایشون کردن، یا آقای مرتضی اجدری از مشهد گفتن ما آمادگی داریم بخریم، یا آقای محمد علی امرا از سیستان و بلوچستان شهر سراوان گفتن من آمادگی دارم بخرم. و یه بیننده‌ای هم 0935 020 گفتن که جایزه و تحسین از آن پدر و مادرهای افرادی مثل فریبا معصومی هستن. اگر واقعا پدر و مادری بتونن فرزندشون رو حتی با وجود معلولیت طوری تربیت بکنن که این فرد خودش رو مفید در واقع غیرت و پشتکار بهش تزریق کنن. بله. اما بریم سری بزنیم به تارنماهای این هفته. یک دو تا پیامک دیگه هم اومده بود، اینا رو هم بگم قبل از این. گفتن که اگر با ماشینم با مازراتی 1 میلیاردی تصادف کنه از کجا خسارتش رو جور کنم؟ از صاحب مازراتی کاری نداره که میتونه یه دونه نو بخره بهش بده. بعد گفتن که خسته نباشید، یه سوال داشتم، آیا ماشین ارزان میشه؟ اسماعیل هستم از بوشهری 0938 64 41. ما هم به ایشون خسته نباشید چو دانی و پرسی خطا. بعد اینکه گفتن که من همیشه فکر میکردم افراد موفق از دانشگاه خوب فارغ التحصیل شدن ولی نظر من رو پایش عوض کرد. 0912 54 170. اما بریم وبگردی این هفته رو سری بزنیم، اتفاقات و رویدادهایی که در وب ها میتونیم بررسی بکنیم. مافیای دلار تصویر اولی هست که میبینیم. به هر حال همچنان دستمایه طنزها و کاریکاتورهای داخلی و حتی در دنیا هم بله. این هم نتایج جهش قیمت ارز که کم کم ظاهر می شود. بله، ظهور مجدد پدیده قاچاق سوخت به خارج که هفته پیش هفته‌های گذشته هم تصاویر نشون دادیم. بله. بنزینی که الان اینجا مثلا فرض بکنید 700 تومانه، اگه کسی بره برای اونور مرز و مثلا فقط $2 بفروشه میشه 7000 تومان، یعنی 10 برابر اینجا. خلاصه چه کاسبی از این بهتر کسی پیدا کنه. باز احتکار دستمایه به هر حال سوژه کاریکاتوریست های مختلف در سایت های مختلف شده که حالا میبینید تصاویری در همین راستا. اینم به هر حال ما خواهش میکنیم اگر بیننده های برنامه ما درباره احتکار اطلاعاتی هم دارن، چیزهایی رو دیدن یا تجربیاتی دارن، اینم بفرستن به 30111. بعد فقط خواهش میکنم نفرستید به من زنگ بزنید نمیدونم سلام اینجوری، اینا فایده نداره. یه چیزی بنویسید که ما با اون کلمه‌ای که میخوایم جستجو بکنیم بتونیم پیدا بکنیم توی پیامک ها. اما در حاشیه مذاکرات دولت و انبوه‌سازان برای افزایش قیمت مسکن مهر که این کاریکاتور مسکن مهر ظاهرا به دلیل افزایش قیمت مصالح درخواست کردن که آقای رهبر بله موافقت هم شد دیگه. شد که چاره‌ای هم نبود. بریم. حالا این شامل اون بحث پیش فروش نمیشه که باید به قیمت ثابت باشه نباید گرون بشه؟ والا
اگر دیگه از که نظر شامل شرعی دیگه- قبلی ها بکنن، آره دیگه، اگر شامل قبلی ها بکنن خب داره میشه که- شامل قبل. به یکی گفتن 15 میلیون بده بهت یه خونه میدیم، حالا الان میگن که نه باید. البته تا الان هم اینجوری بوده، تا الان اول گفتن 5 میلیون بده، بعدن گفتن نه گرون اصلا شده 10 مسکن میلیون مهر بده. دقیقا من اون هفته هم گفتم بله. این مستنده تو همین 4 تا شهر اطراف تهران قرار بر این بود 1 میلیون تومان بابت آماده سازی بگیرن، بقیه رو هم با وام تمام. الان تا 25 میلیون تومان رسما میگیرن، یعنی تعاونی‌ها و انبوه‌سازا تا 25 میلیون تومان از مردم میگیرن، 25 تومان هم از بانک مسکن میگیرن، 50 تومان. حالا تجربیات متفاوتی هم برای ما فرستاده بودن به همین 3111، اینکه مثلا از ما اینقدرم گرفتن هنوز اسکلتش هم بالا نرفته، اونا تا که دلمون دیگه خوش باشه. ما راجع به اونایی صحبت می‌کنیم که میشه. یه عده‌ای هم تماس گرفته بودن میگفتن مسکن مهر ما سازنده ایم، ساختیم، ولی ازمون تحویل نمیگیرن، میگن اونجا متقاضی نداره، میگن خب تقصیر ما نبوده، به ما گفتید اینجا بسازید، ما بسازید. ساختیم. بله. حالا اینم مسکن مهر. اما این تصویر طوفان سندیه که دارن به این دو نامزد انتخابات که هست آقای حیدری؟ سه شنبه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. این در واقع کاریکاتور خارجی هم هست، داره میگه که در واقع اینا سرگرم مال خبرگزاری فارسه، ببخشید، بله، این دوتا مشغول مناظره هستن. طوفان سندی هم اومده داره سوال میکنه ببینه خسارت رو دست کی باید بذاره. معروف قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیشه یه بحرانی، یه شری، خلاصه یه اتفاق اینجوری معمولا یه داستانی خلاصه درست میشه. بله، اینجا هم باز همون طوفان اومده، این دوتا مشغول مناظره ان. دور و بر همه رفتن زیر آب و غرق شدن. تو خب بالاخره باید کارشونو بکنن دیگه، چاره‌ای نیست. آخه مثلا انتظار این بود که در آمریکا هم انتظار این بود که به هر حال وقتی که یه مشکل اجتماعی ایجاد میشه باید به هر حال اون در اولویت باشه و افراد باید منفعت عموم رو در نظر. اینم گفته که بله، راستی یادم رفته بود که بگم راجع به تغییرات آب و هوا صحبت کنیم. We forgot to mention. اینم تصویر بعدی هم باز دوباره که از مردم طوفان زده دارن رأی میگیرن. اینم باز همونه با یه مضمون دیگه ای. بله، اینم طوفان داره میبره، اون نگران برگای رأیشه. رأی‌ها هم دارن میبرن دیگه. آره دیگه، طوفان رأیش رو ریخته. اما این دیگه داخلیه، طوفان این دیگه سندی داخلیه. نداره. این رؤیاهاییه که بالاخره مرغ میبینن. مرغ میبینن، بله. اتفاقا چرا آقای حسن‌پوری مرغ انقدر کلاس پیدا کرده؟ سوال پرسیدن از امروز مهندس. دیدیم که تخم مرغ هم خیلی گرون شده. تخم مرغ بعضی جاها واقعا بی‌انصافی، مرغ یعنی گرون نشده آقای حیدری، مرغ ارزون شده اتفاقا. نه الان چیزی چنده؟ که توی این مملکت در 2-3 ماه اخیر ارزون شده مرغ. ما الان قیمت تموم شدهمون تو مجموعه خودمون یه سیستم و برنامه‌ریزی داریم. واقعا همین غروب بود که من تماس گرفتم قیمت تمام شده رو ما هر روز ساعت 6 غروب داریم، بسته به سن گلمون و عرض به حضورش و چند زنده چند الان مرغ زنده تقریبا 3580 تومان خزینه تمام شده هر کیلوشه، در حالی که قیمت خرید مرغ زنده از مرغدار 3200 تومانه. خب یعنی ضرر دارن میکنن مرغدارا. و اگه اینجوری بره جلو مرغدارا اون وقت در آینده دچار مشکل میشن که قطعا. اون وقت منحنی بعدی اینه که نمیتونن جوجه ریزی کنن، دوباره قیمت مرغ میره بالا. درسته؟ والا قیمت مرغ میره بالا. الان مرغ تو مغازه چنده؟ من نمیدونم، خبر ندارم. 4 خورده. چرا انقدر به زنده نزدیکه؟ دیگه متاسفانه تنها، البته اصلا پرورش مرغ خودش استرس هست آقای ایدری. حالا ما الحمدلله اونجا استرس تو این واقعا به اندک رسوندیم، منتها بیشتر استرسش سر اینه که آیا واقعا متحد سودی داریم یا نداریم. یعنی من واقعا حالا از این فرصت استفاده کنم از مسئولین خواهش کنم که این موضوع رو به جد پیگیری بکنن. تولید تو مملکت واقعا امکان پذیر هست. من به شما قول میدم ما کل نیاز این جامعه رو برای مصرف مرغ تامین خواهیم کرد. آفرین. یعنی این پتانسیل توی مملکت هست. حتی صادرات هم میشه کرد. ثبات و برنامه‌ریزی باید بشه که آقای حسن‌پور خیالش راحت باشه، با یه روال مشخصی در واقع جوجه ریزی بکنه، برداشت بکنه، بدون وضعیت بازار چجوری میشه که یه دغدغه است، واقعا یه دغدغه است. من نمیدونم حالا چه واقعا موضوعیه که من خودم حالا البته ذهن
کنجکاوی هم دارم. سابقه شغلی منم قبلا تو سازمان بازرسی و نظارت به من این اجازه رو میده یه قدر پیگیری کنم. میدونم هم واقعا مشکلش چیه، منتها مسئولین هم واقعا میدونن، منتها نمیدونم چرا واقعا این مشکل حل حیفه. یعنی من به هر حال یه جوون با مشکلات متعدد، آقای حیدری، واقعا داستان زندگی من یه داستان شنیدنیه واقعا. منتها همیشه واقعا خدا بود در کنار زندگی ما، واقعا کمکمون میکرد. ولی با تلاش، اگه بخوایم تو یکی دو دقیقه 2-3 تا از اون نکات شنیدنی زندگیتون ببینید، من فکر میکنم آقای حیدری یکی از اهداف اصلی برنامه شما ترغیب بینندگانتون علل خصوص جواناست. ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم که اینکه شرایط اقتصاد جهان بحران زده است هست، اینکه وضعیت اقتصادی کل دنیا به هم ریخته، اینکه تو ایران بالاخره تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، کسب و کار، ایده پردازی مشکلات بسیار زیاد داره، حتما داره، اصلا در این کاری نداره. اینکه دولت باید فضای کسب و کار رو درست کنه، باید بکنه، اینا همه در جای خودش درست، ولی بالاخره چجوری میشه تو همین فضای کسب و کار یه افرادی مثل آقای حسن‌پور که میتونست یه کارمند ساده بازرسی باشه یا نهایتاً یه باغدار یا یه شالیکار در شمال، امروز میشه یه کارآفرینی که همه در موردش صحبت میکنن. میخوایم این رمزه رو کشف کنیم. ببینید جناب دکتر حیدری، واقعیت امر منم تو همین زمان، ما الان 1 ساله که در حقیقت به تولید رسیدیم، همین الانم داریم با مشکلات واقعا دست و پنجه نرم میکنیم. من تا دلم میخواد این رو به هم سن و سالان خودم بگم، میشه، واقعا میشه. کمی همت میخواد، یه برنامه ریزی خیلی خوب میخواد، هدفمند باشن، جسور باشن، پیگیر باشن، مطمئن باشن میشه. من خودم نمونه بارز همین موضوعم. واقعا از یه روستا به دنیا اومدم، اونجا کار کردم، اومدم وارد تهران شدم، چندین سال واقعا کار کردم، کار زیاد و شبان روزی واقعا داشتم. بعد طرح هم داشتم تو ذهن خودم، واقعا هدفمند بودم. واقعی که من تو روستا میرفتم در زمان همون کارمندیم، البته الانم به نوعی کارمند هستم، تو همون گروه رازی هنوز کارمند هستم، من دیگه تو بازرسی نیستم. عرض به حضور شما که این زمین ما که اونجا بود، مال پدر بود، خیلی تو ذهن خودم واقعا پرورش میدم که یک روزی اونجا رو من تبدیل به یه واحد تولیدی بکنم. فکر نکردین خورد کنین، ویلا سازی کنین؟ نه خدا نکنه. ما الان اون کنارش هم اگر دوباره آقای اسفندیاری نشون بدن، اون پشت همه باغ مرکبات مال خودمونه، اصلا این تمایل وجود نداره و تولیدی لذتی داره که اگر چاره داشته باشم بقیه‌اش هم میگیرم، واقعا واحد تولیدی را میندازم. بنابراین میشه تو همین شرایط من بدون اینکه واقعا سرمایه خیلی زیادی رو داشته باشم، تا همون سرمایه اولیه رو باور کنید واقعا قرض کردم. یعنی در حقیقت همون آقای گنجی به من کمک کرد، واقعا قرض داد تا من. شما به این سوال نظرسنجی ما به کدومش رأی میدین؟ عرض به حضور شما که گفتیم برای حمایت از تولید ملی کدوم یکی از این 3 تا بیشتر اولویت داره؟ همش هست تا کدومش بیشتر؟ به اعتقاد من تشویق صادرات و مهار واردات در حقیقت میتونه تولید کننده رو کمک بکنه. در این مقطع مخصوصا خیلی موثر. خیلی خب، بریم بخش دوم گزارش شما رو ببینیم و برگردیم. به نظر شما برای حمایت از تولید ملی کدام یک از این موارد اولویت بیشتری دارد؟ 1. برخورد با محتکران و مفسدان اقتصادی. 2. تشویق صادرات و مهار واردات. 3. مهار و تثبیت نرخ ارز. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید. سفر مشهد مقدس جایزه برای 5 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی این برنامه. در مورد ایشون باید عرض کنم که ایشون تو کارشون بیشتر به خاطر اون جدیتی که تو کار دارن و خودشون یک مدیر کاملا موفقی هستن، به نظر من تو کارشون موفق هستن. خود من وقتی با ایشون هم صحبت میشم واقعا به من انرژی میدن ایشون و برای مجموعهشون ارزش قائل میشن.
و این میتونه که رمز موفقیت ایشون باشه. یکی از ویژگی‌های خوب و موفقیت آقای مهندس در کار ایمان به خداونده و صداقت در کار. تمام نقاط اینجا دوربین مداربسته داره و ایشون میتونن که از روی اینترنت این تصاویر رو داشته باشن. این مجموعه رو متعلق به خودشون نمیدونن، متعلق به کل پرسنل میدونن، متعلق به کارگر میدونن. در سود و در زیان با کارگر شریکه. چون که اینجا سیستمش جوریه که کاملا اتوماتیکه و مدرن روز دنیاست، ایشون اصلا لازم هم نیست که اینجا بیان تشریف بیارن و از همونجا میتونن توی خونه خیلی راحت از روی صفحه کامپیوتر اینجا رو زیر نظر داشته باشن. از خیرین خوب منطقه ما بهنمیر مازندران هستن که زبانزد منطقه ما همون بهنمیر است که واقعا مردم ایشون رو به عنوان یک مرد خیر میشناسن. ایشون رفتارشون با پرسنل خیلی خوبه و صداقت دارن تو کار. خب آقای اسفندیاری، بیننده ها چی پرسیدن آقای حسن‌پور؟ ما البته وقت زیادی هم دیگه نداریم. بله، من چند تا سوال فقط کوتاه اگر پاسخ بدن که ما تعداد بیشتری بتونیم پرسیم. گفتن که اگه کسی بخواد مرغداری مدرن بزنه مثل این مرغداری شما چی کار باید بکنه؟ 0913 0151 چی کار باید بکنه؟ منظورش چی؟ باید بره مجوز بگیره، طرح در حقیقت تهیه بکنه. بله. بعد از حضور شما که تجهیزاتشو خرید بکنه و بسازه. منتها اینکه بخواد مثلا مراجعه کنه به کدوم شرکت و اینا، اگر من اجازه داشته باشم بگم. نه دیگه حالا یعنی به هر حال یه فرمول خاصی داره، این تفاوت داره با مرغداری. قطعا تفاوت داره. در حتی هزینه تمام شده ما به نسبت واحدهای سنتی یه قدری کمتر هستیم و خیالمون هم یه قدری راحت تره. بعد در نهایت مرغ سالم داریم، واقعا عرضه میکنیم. اون آنتی بیوتیک و نمیدونم داروهایی که احیانا مردم ممکنه تو ذهنشون میپروردن که تو مرغ وجود داره، ما الحمدلله اینا رو دیگه نداریم. بله. یه بیننده خواستن با ما شوخی کنن یا نمیدونم جدی پرسیدن، گفتن چرا به جای مرغ خروس پرورش نمیدن؟ 0937 61 71. اما درباره مرغ سبز و مرغ بدون هورمون خیلی سوال پرسیدن و خیلی پرسیدن که چجوری، چه هورمونی میزنن، فایدهش چیه، خاصیتش چیه، ضررش چیه. مثلا یه نمونهش 0919 78 70. آقای اسفندیاری، مرغ سبز در حقیقت تعریف مرغ سبز اینه که دیگه از این چیزا استفاده نمیشه، به صورت خیلی طبیعی در حقیقت تولید میشه و مزیتش هم اینه که در مرغ سبز دیگه آنتی بیوتیک و دارو و هورمون و این چیزا، البته هورمون که در هیچ کجا، حتی مرغداری هایی که مرغ سبز هم تولید نمیکنن هورمون ندارن. اون تو آنتی بیوتیک اگر چنانچه معروف شده به هورمون. دقیقاً اینه که مرغ سبز این چیزا استفاده نمیشه. این که میگن مرغای بزرگ ضرر داره، مرغای کوچیک ضررش، حتما توصیه میکنم من که مرغ زیر 2 کیلو مصرف کنم. چرا؟ اقتصادی تره اولا، الحمدلله الان داره در حقیقت آب میشه این کار، فرهنگ سازی داره میشه تو مصرف مرغ و خوشمزه تر هم هست، چربیش هم کمتر. بله. سوال پرسیدن چرا مرغ در ایران از بقیه جاها گرانتر است؟ نمیدونم، سوال پرسیدن. مرغداری در ایران نه مرغ، خود مرغ پرسیدن. مرغ در ایران از بقیه جا گرانتره؟ خیلی ارزون تر از بقیه جا. شما الان همین کشورهای همسایه ما نه خیلی خیلی ارزون تره در تمام دنیا، علل خصوص اروپا رو حالا من تحقیق کرده بودم، خودم از نزدیک پرسیدم، 50% گوشت قرمز قیمت گوشت مرغ. در ایران فکر میکنم 25% الانه این روزا فکر میکنم حتی خیلی کمتر. ترکیه و اینا ظاهرا ارزون تره. تو عربستان چنده؟ تو عربستان نمیدونم. توی خیلی کشورها محدود $1 تا 3-4 دلار. منتها با دلار الان بله. نه $1 که فکر نکنم باشه. تو ترکیه دانمارک $2 رو خورده. با دلار الان میشه حدوداً 7 تومن. گرونتره پس طبیعیه. نمودار الان. بعد پرسیدن که راههای موفقیت چیه و چرا من پی در پی شکست میخورم؟ 0914 0113. برنامه‌ریزی درست، هدفمند، انگیزه و انرژی بالا و جسارت و ممارست در برنامه‌ای که داره. خیلی ممنون آقای اسفندیاری، دست شما درد نکنه. آقای حسن‌پور خیلی ممنون.
ممنونم که به از شما. برنامه ما لطف اومدید. کردید. براتون آره، آرزوی دعوت. موفقیت خواهش میکنیم. می‌کنم. امیدواریم که حالا که قیمت مرغ هم میصرفه صادراتش، صادرات کنید و واقعا وارد مخصوصاً بازارهای این روزا، صادراتی بله، خیلی بشید. خوبه. بله، و اینکه واحداتون رو توسعه بدین، طرحاتون رو توسعه بدین. دیگه از اون مجموعه به این عظمت انتظاره که وارد بازارهای جهانی بشید. من یه دقیقه آقای من عرض به حضور شما که الان ما 6 دوره دیگه بالاترین رقمی هستش که داریم پرورش میدیم. یه طرحی دیگه تو ذهن من هستش که انشالله بتونیم اون رو انجام بدیم. در حقیقت 10 الی 11 دوره پرورش در سال هست که خیلی میتونه نقش 4 برابر متوسطی نقش بسزایی میتونه در این صنعت داشته باشه. یه خواهشی هم دارم، واقعا ما حالا با این سن و سال کم، با این مشقت ها و مشکلات اومدیم عرض به حضور شما یه همچین مجموعه ساختیم، مجموعه خیلی مدرن، خیلی خوب، خیلی هم اقتصادی. یه خواهشی دارم از آقای وزیر، از آقای استاندار به اصطلاح استان خودمون، تشریف بیارم واقعا ببینن این مجموعه رو، واقعا ببینن ما چه کردیم اونجا. خیلی زحمت شبانه روزی کشیده شده. تشریف بیارم ببینن. در نهایت از مسئولین بانک کشاورزی هم بی نهایت تشکر میکنم. خیلی به من خدمت خیلی ممنون. متشکرم. ان شاءالله که موفق باشین. بیشترین در واقع طرفدار برنامه امشب ما در مورد سوالات برخورد با محتکران و مفسدان اقتصادی بود. 37%، 28% تشویق صادرات و مهار واردات و 33% هم مهار تثبیت نرخ ارز. به هر حال همونطور که گفتیم همه اینا مهمه. خواسته بودیم اولویت شما بینندگان عزیز رو در این باره بدونیم. خیلی ممنون از اینکه امشب هم پایش رو دیدید و همراه همه همکارانم در شبکه یک سیما و همکاران خوبم در پخش. به شما شب بخیر و در واقع بامداد بخیر میگیم و تا یک شنبه آینده که با پایش بعدی در خدمت شما باشیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.